سلام گل. امروز اومدم تو این ویدیو بهتون نحوه کروم روی فرنچ آموزش بدم. اول کاملا لاکژل رو اجرا کردم، بعد فرنچ رو از دو طرف گوشه ناخون به سمت وسط حالت هلال کشیدم به سمت لبه وسط ناخون. بعد کاملا دور تا دورش رو پر کردم. یادتون باشه که حتما از قلم موی نازک استفاده کنید که فرنچتون خیلی خوشگل و ظریف بشه. وقتی کامل فرنچ رو اجرا کردین، نقاط خروج کامل چک کنید تا لبه گوشه کامل بسته شه. بعد میذاریمش داخل دستگاه به مدت 60 ثانیه کامل خشکش میکنیم. بعد که از دستگاه اومد بیرون، یه لایه ظریف رو کل ناخون تاپ شاین میزنیم. سعی کنید تاپ شاینتون رو خیلی لایه نازک و ظریف بزنید که ناخون خیلی حجیم نشه. بعد به مدت 30 ثانیه داخل دستگاه میذارید تا خشه. نکته این ویدیو اینه که 30 ثانیه رو حتما رعایت کنید. به غیر از 30 ثانیه اگه تایم بیشتری بمونه، کروم دیگه روی ناخون اجرا نمیشه، یعنی کروم روی ناخون نمیگیره. بعد که از دستگاه اومد بیرون، یه لایه خیلی ظریف از روی کرومتون برمیدارید و با انگشتتون روی ناخون میکشید. انگشت چون حرارت رو انتقال میده، کروم رو بهتر روی ناخون جذب میکنه. به نظر من با انگشت خیلی بهتر از پدای سیلیکونی میشه. شما میتونید از پدای سیلیکونی هم استفاده کنید. همونطور که میبینید کامل کروم روی همه جای ناخون میگیره و بعد به مدت 30 ثانیه ناخون بره داخل دستگاه خشک. بعد اینکه در اومد، یه لایه دیگه هم تاپ شاین روش اجرا میشه و تمام. شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. خدافظ.